جدید میگرده، یا همکاری دارید که همسرش بارداره و دنبال یه درآمد اضافیه که آینده خانواده‌ش رو تامین کنه، یا حتی یه همکار دیگه که خب به فکر تغییر شغله و کار جدیدی میخواد. خب فقط 4 نفر، 2 3 4 یا 5 نفر. خب این 4 نفر، آیا این 4 نفر هم دایره نفوذی دارن؟ چرا؟ پس اونام 2 تا 5 نفر دارن که به اونا اعتماد دارن اونا، و خیلی زود این رقم اضافه میشه. شما فقط بنشینید و سرتون رو گرم کنید که اونا با دایره نفوذشون افراد جدیدی بیارن. چه اتفاقی میفته؟ حالا صاحب یه مجموعه میشید، درسته؟ حالا شروع میکنید به ساختن. آیا هیچ فرقی میکنه برای کامپیوتر؟ خب آیا فرقی میکنه که این افراد مراجع مستقیم شما نیستن؟ خب اگه شما فقط مشغول باشید، 5 نفر شما هر کدوم 5 نفر خودشونو میارن و 5 نفرم اونا میارن و الی آخر. فقط اگه شما خودتون رو مشغول کنید، بعد سازمانتون رشد میکنه و شرایط مالیتون شکوفا میشه. خب این مسئله خیلی روشنه. بارها و بارها شده افراد میگن اوه من یه سکه میخرم، باشه، و 10 نفرم میارم تو مجموعه. چند نفر ابتدا اینطوری فکر میکردید؟ در واقع مقالات بسیاری خوندم که نه فقط اینجا بلکه در خارج نویسنده فکر کرده باید خودتون 5 نفر رو وارد کار کنید. اشتباهی که خیلی بعد از آوردن 4 نفر خودشون میکنن اینه که ببینید، من یه بار تو سنگاپور بودم و داشتم آموزش میدادم. یه نفر اومد پیش من که در طول آموزش مرتب میپرسید او جو منو نمیپذیرن، همه نسبت به کار من ایراد دارن، او چنین و چنان. بالاخره بعد از آموزش من رفتم سراغش، بهش گفتم آقا من 2-3 روز آینده اینجا هستم، یعنی دلم برای سوخت. بهش گفتم میتونم کمکتون کنم و باهاتون بیام بیرون، یعنی میخوام کمک کنم. اون گفت نه من افراد خودم رو گرفتم. پرسیدم جدی؟ آره 2 تا سمت چپ دارم، 3 نفرم سمت راست. من پرسیدم خب پس مشکل چیه؟ گفت آخه من باید با 50-60 نفر آدم ظرف چند روز گذشته صحبت میکردم ولی همشون منو رد کردن، و این حرفش منو به فکر انداخت. این آقا برخورد اشتباهی با کارش داشت. اتفاقی که افتاده اینه که اون 2-3 نفر آدم که اون راجع بهشون صحبت میکرد اصولا رهاشون کرده بود. کارش این بود که بره بیرون و 100 نفر خودش وارد این حرفه کنه و آخرش همه اونا نادیده گرفته می شدن. اون راه می افتاد که بره دوباره 100 نفر رو جمع کنه و این دقیقا همون اشتباهی بود که داشت مرتکب می شد. به همین دلیل ناموفق و دلسرد شده بود. من ازش پرسیدم خب سر اون 5 نفر خودت چه بلایی اومد؟ اون گفت یعنی چه میدونم، اونا باید برن افراد جدید جذب کنن، باید برن بیرون برای من پول درارن. این ذهنیت اون آقا بود. تو این کار میشه اینطوری پول درآورد؟ بنابراین معمولا این افراد دیگه کارو دنبال نمیکنن. درسته؟ چون یه نفر اونا رو وارد حرفه میکنه و بعد تنها رهاشون میکنه و اونا هیچی از کار نمیدونن، آموزش ندیدن، راهنمایی نشدن و آخر کار دلسرد میشن و دیگه کارو ادامه نمیدن. این مسئله یه که من یکم بد بهش میرسم، اینکه چرا بعضیا کارو رها میکنن؟ چرا افرادی که میتونستن خیلی به این کار علاقه‌مند باشن در نهایت این حرفه رو ول کردن؟ معمولا به خاطر اینی که پشتیبانی نشدن، در نتیجه کار رو رها کردن. باید درک کنید که صبور باشید. شما قادر نخواهید بود نصف سنگاپور رو یا نصف کوالالامپور رو بیارید اینجا. هرچه زودتر متوجه این امر بشید موفق‌تر خواهید بود. یادتون باشه این روش تند و سری برای پولدار شدن نیست. خب این کاری نیست که بتونید همون روز اول یا هفته اول باهاش پولدار بشید. سعی کنید فرهنگ تشویق دیگران رو در زمینه کمک کردن به مراجعین مستقیمشون برای بهره‌گیری از دایره نفوذ اونا به وجود بیارید. منظورم میفهمید؟ به این شکل میتونید یک سازمان رو بسازید. شروع کار با کمک کردن شما به اوناست. ببینید اتفاقی که افتاد، فردی اومد پیش من. خب روز بعدش به من زنگ زد و گفت جو من یک گروه دارم که میخوام باهاشون حرف بزنم، تو میتونی بیایی دیدنم؟ چون نمیدونم چطور کارو معرفی کنم. منم گفتم بله. خب کی بیام؟ 3 شنبه ساعت 7، تاریخش هم یادمه. خلاصه تو یه پیتزایی قرار گذاشتیم توی اورتیگاس در فیلیپین. اونجا همدیگر رو دیدیم.
فردی با یه گروه کوچیک 3-4 نفری اونجا بود که یکی از اونا دیو ترینیدا بود. برای اون روز من خدا رو شکر میکنم که دیو ترینیدا اونجا بود. من دیو رو نمیشناختم. ولی آیا برای کامپیوتر تفاوتی کرد؟ نه. پس نشستم و کار رو تشریح کردم. خب و دیو یه نگاه انداخت. خب چیکار باید بکنیم؟ این کار رو چطوری باید شروع کرد؟ گفتم وای این خودشه. آره. بعد دختر خالم یه روز گفت جو چند تا از دوستام قراره بیان خونه، میتونی کمک کنی کار رو شروع کنم؟ گفتم بله، فقط تخته سفید یادت نره. البته اون تخته سفید نداشت، بنابراین مجبور شدیم یک صفحه بزرگ کاغذ قهوه‌ای بذاریم روی دیوار. خب منم شروع کردم به نوشتن. جا که تموم میشد صفحه بعد یکی از اون افراد دیجی کینتینار بود. بعد دیجی کینتینار ازم خواست برم خونهش پیش دوستان اون. بعد یه جلسه معرفه دیگه و از این میون ریکو اویی رو شناختم. بعد از طریق ریکو اویی با پاتریک زونیگا آشنا شدم. منظورم رو درک میکنید؟ من این افراد رو نمیشناختم و تنها کاری که کردم کمک به اونا بود که 2-3 نفر خودشونو بیارن. بله. اگه تنها رهاشون میکردم فکر میکنین موفق میشدن؟ شاید بله، ولی به احتمال زیاد شایدم نه. چون انسان نیاز به پشتیبانی داره. تنها راه ایجاد چنین فرهنگی اینه که خودتون شروع کنید. انتظار نداشته باشید یه نفر رو دست راستتون بیارید و یکی دست چپ بگیرید و بگید تو برو برای من پول درار، تو هم برو برای من پول درار. متاسفانه خیلی ها چنین ذهنیتی دارن. من تو را آوردم اینجا، پس تو باید همه رو بیاری اینجا. تو چی؟ تو باید همکلاسیاتو بیاری. فکر میکردم بچه خوبی هستی. این روش پول در آوردن در این حرفه نیست. و اگر شروع به ایجاد چنین فرهنگی بکنید، میدونید چه خطری داره؟ اگه شما اینطوری باشید فکر میکنید اونا با مدیران سازمانیشون چطور رفتار میکنن. دقیقاً به همین شکلی که شما میکنید. اما اگه به این افراد کمک کنید اونا با مشتریاشون چطور رفتار میکنن. دقیقاً به همین شکل. و به همین دلیله که میگم دگرگونی الگوها، چون این ریشه این درخت تنومنده. دگرگونی الگوها در مجموعه شما. تنها راه ایجاد این فرهنگ اینه که خودتون شروع کنید، به دیگران کمک کنید دایره نفوذشون رو گسترش بدن. مشتری‌ها بعداً خودشون میان. میتونید تصور کنید که این شما هستید و شما 4 نفر رو میارید. خب حالا این چقدر طول میکشه؟ اگه شما با کمک مدیرانتون در سطوح بالای سازمان تصمیم بگیرید دایره نفوذتون رو وارد حرفه کنید، به نظرتون چقدر طول میکشه؟ یه نفر گفت 1 هفته، یکی میگه 2 روز، 1 ماه، 2 ماه. چقدر طولانی ها؟ 4 ماه؟ این خیلی طولانیه. مثلا میگیم 1 ماه یا اصلا 2 ماه. خب این برای هم قابل قبوله. 2 ماه برای آوردن 4 نفر از دایره نفوذتون، نه خودتون به شخصه بلکه با کمک مدیرانتون. خب حالا این 4 نفر هم دایره نفوذی دارن. درسته؟ اونا که تارک دنیا نیستن، تو یه غار تو کوهستان که زندگی نمیکنن. درسته؟ اونا هم یه دایره نفوذی دارن. اونا هم دوست و فامیل و عموزاده دارن. هر کسی یک دایره نفوذی داره. برای اینکه این حرف موفق باشه شما باید با عنصری که هر کسی داره باعث این موفقیت بشید. و هر کسی دایره نفوذی داره. اگه دایره نفوذی به وسعت 2، 3 یا 4 نفر ندارید، افرادی که بهتون اطمینان داشته باشن و بهتون اعتماد کنن، پس اشتباهی به این سمینار اومدید. شما باید برید یه جای دیگه. یعنی اگه 2-3 نفر رو ندارید که به گفته هاتون ایمان داشته باشن و صداقت شما رو در گفته هاتون و توضیحاتون باور ندارن، پس این سمینار اشتباهه. اما یادتون باشه هر کسی دایره نفوذی به گستردگی 4-5 نفر رو داره. خب این 4 تام 4-5 نفر رو خواهند داشت. درسته؟ بنابراین اگه شما به 4 تا کمک کنید که 4 تا رو بیارن، اون وقت 20 نفر تو مجموعتون دارید. شما این 16 نفر رو میشناسید؟ آیا تفاوتی داره که بشناسیدشون؟ هیچ تفاوتی نداره.
حالا این 16 نفرم دایره نفوذ 4 نفر رو دارن. آیا در کمک به این 16 نفر تنهایید؟ آیا اون 4 نفر کمکتون نمی‌کنن؟ بستگی داره. اگه شما کمکشون کنید، اگه وقت بگذارید و کمکشون کنید، اونا هم بهتون کمک میکنن. اما اگه ولشون کرده باشید در یک مجموعه بزرگتر، اونا کمکتون نمیکنن. حالا این 64 نفر آیا اونا تارک دنیا؟ نه، اونا هم دوستان و اقوام و همکارانی دارن. وقتی اونا رو بیارن اون وقت شما 256 نفر دارید. بازم آیا اینا رو میشناسید؟ برای کامپیوتر مهم نیست شما اونا رو بشناسید یا نه. این افراد جدیدم دایره نفوذ 2 تا 5 نفر رو دارن. پس هزاران نفر میان. هزاران نفری که نمیشناسید اما سازمانتون با آوردنشون کمک کرده. اونا رو به این حرفه معرفی کرده. تو این کار به این شکل پول در میاد. به هر کس یاد بدید در گستره دایره نفوذش فعالیت کنه. اول باید شما در قلبتون اینو بپذیرید. بپذیرید که باید در دایره نفوذتون کار کنید و در نهایت همین رو با اونا یاد بدید. اگه افراد زیر دستتون هستن که فکر میکنن این بابا رئیس فلان سازمانه، این آقا وزیر فلان وزارتخونه است، یا این یکی سناتور فلان ایالته، بهش بگید صبر کن ما اینجوری فعالیت نمیکنیم. بهتره در دایره نفوذ خودت با 4-5 نفر کار کن. اونا هم در دایره نفوذ خودشون. یادش بدید. یادتون باشه اساس این حرفه انتقال اطلاعاته. هر چه زودتر این ذهنیت رو درشون تزریق کنید، زودتر میتونن مدیران خودشون رو آموزش بدن. و اعداد بزرگتر بعدها خواهد اومد. من تضمین میکنم اگه درست کار کنید اعداد بزرگ، فروش، حجم بالا، چک‌های درشت، اینا همش یه محصول جانبی خواهد بود از روشی که شما به اونا آموزش میدید تا ذهنیت پیدا کنن. بله. پس اعداد بزرگ بعداً میاد. حالا میریم سراغ دگرگونی الگو. شماره 2. خب فقط 2 مورد داریم. پس زیاد نگران نباشید. طبیعت بشر طوریه که فقط به 3 نفر فکر میکنه. اینطوری بزرگ شدیم و خب ذات بشر اینه. من، خودم، خیشتنم. خب تا حالا فکر کردید اگه 2 بچه رو با یه